هجری؟ ساز شد بین توبه استغفر خدای مرا ببخش. هجری نمردم زنده هستم؟ وزنی نه؟ نه سابو خوب یک ده چیزی دیگر باید گیریم میشه هجری؟ استاد سلام زهرو استاد من یک سوال دارم. جایز است هجری جایز است. استاد وای حاجت به سوال دادن نیست پسرم. جایز است فهمیدم. چی رو فهمیدید استاد؟ هیچ چیز لازم نیست. من فهمیدم جایز است. خیلی استاد خطا نفهمید. روز بخیر هجری روز بخیر. آهتیه موسیچه بیگناه باز ناز میکنی ها؟ چی علاقه دارد زهرو؟ ما با هجری در لیفت بیخبر همراه شدیم. سنم جان لیفت برای با دوستاش تنها موندن بهترین جا است. بله سفسطه نگو زهرو. مرا با یک مؤذن لایق میدونی یعنی؟ میبخشی و چی میشه بعد اگر مؤذن باشه؟ غیر از این مؤذن حقیقی است. من هم در یک زمانی به مولای عاشق شده بودم اما ساخته برآمد. ساخته گفتی؟ ولی هجری حقیقی است خانم سنم. حقیقی است یعنی آنقدر حقیقی است که باورتان نمیاد. بسیار حقیقی است. خوب است بهترین. اما یعنی در کوچه موندم مگر؟ در این دنیا تنها اوست جانم. خدا نگاه دارد بی نصیبم کند از او. به خدا سنم جان به فکر من مثل اونی که هجری پروای تو رو ندارد. چی گفتم میخوای تو زهرو؟ هیچ چیز گفتن نمیخواهم سنم جان. من تنها چیزی دیدم رو گفتستم. 98 99 100 101 102 تمامیسیا جزا تمام شد. منتظری چه هستی؟ رواخر برادر. دوستان را پر کنم. میرم 109 110 111 112 113 156 157 158 159 حالا هم اینجا هستی. نرفتی جواب شدی برادر. رواخر 300 را پر کنم. میرم 158 160 161 192 193 194 195 شمالی شام برادر. رواخر جواب شدی آخر. حجره محبت دولت را بهوده بند کرده ای. برآمد رواخر 497 498 499 50 امک بسیاری بد گپ زدی. در جایی که مرا نمیخواند نمیستم. خوش آمده یکی کامون. مبارک شما تکامون. ای رحمت بچه ها. پدرم در کجاست؟ چرا به نزد من ناومد؟ نپرسکه پدرت کمی مشکلی دارد. باز چه مشکلی؟ چی شد پدرم را؟ دودرم کنی زود گپ زن. آکا پدرتان دیوانه شده است. چی شد؟ مجذوب دیوانه. در محاله دیوانه هست کو. آنا همون خیلی دیوانه. لعنتی ها شما چه پدر مرا دیوارگر میگوید ها؟ دیوارگر نیا که دیوانه. چه دیوانه؟ دیوانه پورنه و مثلی بابای شیرین ها؟ حاضر من همه شما را زدم مایده کرده حولای شیرین کنم چی؟ بشود! هر کسی نسبتی پدر من به احترامی کند مردانی او رو به خنجر میبرم.
سمی جان آنها را چخل خانه دار میکنیم اخی غضب زورو کمی پایان رفت دیگرش آسان است مادر جان. یه مرا مادر جان نگوی، من مادری تو نیستم. ولی برای مادرگویی معقول است. دستت چخل شد سمی جان؟ میلیس جانم البته که سخت درد میکند اما وقتی که تو رو بینم دردهایم فراموش میشوند. بیا از دختر چه خبری هست؟ کافتوکاب داریم جناب. برای پیدا کردن کم. زودتر باشید. آن دختر را یابید. حتما میابید. داغن سلاحی که کالتاکیلاس را به محبس میبرد در خانهش گذاشتید؟ گذاشتیم جناب. خوب حاضر به کالتاکیلاس و اونال زنگ زده گویید که وظیفه هایشان تمام شد. جناب اگر به کالتاکیلاس زنگ زده گوییم که وظیفه تمام شد از این شبهه نمیکنم. اگر او را آزاد نکنیم بعداً به ما درد سر می شود. فقط در سرش یگانه خوشبختی که می خواهد بران را از بین بردن است. اگر داند که بران مرده است شبهه می کند. این ریسک را نمی کنم. او نباید داند که من زنده هستم. به آنها زنگ زن و بگو که شرطنامه بسته شد. فهمو جناب. اگر خواهی که کسی را سخت عذاب دی اول او را تبابت می کنی. کالتاکیلاس باید اول خود را آزاد و خوشبخت کند تا عذاب‌هایی را که به او میدهم در گور هم فراموش نکند. کی به توی هجوم کرده است؟ یک چیز رو فهمیدی؟ نه از کجا دانم اونال چی میدانم انا؟ عقلم تماما نمیگیره. وظیفه های داده بران را اجرا کنم زهرا ترکم میکنم. اگر اجرا نکنم بران زهرا را میکشم. این چه کار است؟ من هیچ چیز را نمیفهمم. راستش رو گویم این بران از پس چی است من میدانم. از پس چی بوده است؟ از پس خزینه قدیم بیزانس. خزینه بیزانس گفتی؟ تو این را از کجا میدانی؟ این سیر دولتی است. غیر از این مکان خزینه را از روی این خریطه نیز من میدانم. مرا گوش کنید. خزینه رو من میابم و 3 تقسیم میکنیم. تو چی ها میگویی؟ دیوانه هستی؟ چی هستی؟ در اصل چند زیدگی میکنی؟ مانان را مگر خزینه تو هست؟ یا خدایا بران رو میکشیم خزینه رو میگیریم تمام. اوف شوکت حاضر تو را گرفتن. حاضر سالی 2018 است. تو مگر رازن هستی؟ زند کی بران زنگ میزنن. مرحمت بگیر. لبای بران خواست با شما زنگ زده گویم که وظیفه‌تان با آخر رسید. اکنون شما آزاد هستید. یعنی چی خیر؟ نقشه های بران تغییر یافتند. از این پس خودش حل میکند. سلاحی که در آن ایزی انگشتانی تو بود بچه ها آن را در درون گلدان باغچه اتان گذاشتند. برادر شما مرا مسخره کرده ایستاده اید؟ شرطنامه‌ای که با شما بسته بودیم به پایان رسید. چی شد؟ چی گفتم کنی گو؟ نمک ها اینها رو بینکه. واه ارزو را بیتا بازیبانی. اکای کم اون چی گفته بود؟ چی گفته بود؟ برای خاندار شدنتون باید عاشق شوی. این خیلی باشه در این دختر عاشق میشه. ما چی گفتی جوره؟ نشوی ما موسیو شایما زردش باشد از ما شروی ما همین جا دو شوه. سلام پیستچه. چی پیستچه گفتی؟ ها پیستچه. سلطانم شاه دخترم محتابم دوست داشتم چی خیل هستی؟ اینها چی ها میگوین؟ به حق در اصل بیستیک زیباگیت مثل محتاب است. چهرت مثل آفتاب است. هستیت مثل آسمان است. یک سویسته چی خیلی انسانه دیوانه است شما؟ زیبا رفیق من دیوانه نیست. عشقش رو با واسطه شعر بیان میکند. وقتی که چهره تو را دیدم روزم به شب شبم به روز تبدیل یافت. ایروید یک سو میگویم دیوانه است شما؟ نه ما دیوانه نیستیم. ما هوشیاریم. با فکر شما ما روزی نیستیم. ما دو تشیری نر خانه‌دار شدن میخوایم. انا شما خواهید اگر ما شما رو بگیریم خانه‌دار میشیم. هم خیلی چه خیلی خانه‌داری دیوانه هستید شما؟ مستم کردی
تو با چنین گفته های شیرینت تو رو با این شکل زیبای دیدم مفتون شدم. خاموش شوید، ما رو رها کنید. زبانت گیرد. سرکو بسین خیلی نکنین، ما آدم خور نیستیم یکمور. یگون کسر یاری دیه. اینجا چی پس؟ این خیلی نکنه دختر ها. ای بس داخل، ای بس حیوانه ها. در اینجا چی خبر است؟ ای گوش که تایلاق تا پرابلم نکن. ما باید قطعی سرکو خانه دار شویم، فهمیدی؟ برادر آخر ما زنگیر هستیم، تو براحت رفتن گیر. خانمان این به عقل ها شما رو ناراحت میکنن؟ بله اینها دیوانه هستند. تو کی را به عقل گفته ایستاده ای آشنا؟ چی بزن شرینار بزنش آخه چیست دادی بزن خانومان شما میتوانید روید دیگر شما رو در این محله هیچ کس ناراحت نمیکنه. تشکری زیاد دستتون درد نکند. این آدمو را خوابو نمک این چی زد؟ مشتی داملای دیونه در نزد مشتی این مثل پخته است. مهره ششم شکست بخدا شکست. هر دوی تو بپا خزید کارم به شما تمام نشده است. خزید خزید باز شتا میخوایی خز روید گم شوید. اما چه بسیم کجا میروید؟ شما ایستید. هر دوی شما رو به قوای برق پیوست میکنم. برای عبرت مردم شده یک هفته در آنجا گرسنه میمونید. یک هفته؟ از گرسنگی میمونیم اکا. گرسنگی را طرفمون یک هفته قوای برق بزنن ششلیک بشه ششلیک. این رو پیش از اونی که بزن و دختری مردم گپ پرتافتید باید فکر میکردید. اکا ما هیچ کس گپ نپرتافتیم. ما خانه دار شدن میخواستیم. دل نیتی ما صوف است باور کن. ما خواستیم خانه دار شویم. بله اکا. بگرست که دمولای دیوانه اومد. دمولای دیوانه تو مرا شته بزن. نگذار که کسی دیگر مرا شته زنه. چی هست اینجا؟ پدر؟ پدر گفت؟ پدر نیست. در کجا باشد این سلاح؟ باید شوگی اینجاست. پدر جون میدونین تو رو چقدر یاد کردن. بیا دستت رو ببوسم. پدر چی گپ است؟ پسرت من کمالم نشناختی؟ پسرم بودنت نو بسرت اومد ها؟ پاردومی خر 3 سال بود در محبس بودم. چه خیلی زود فراموش 3 سال نشود که به زیارتم نآمده ای لعنتی. تو چه خیلی پسر بوده ای؟ پدر در محبس محکم بودم من. چه خیلی زیارتت نکردم. در کجا محکم بودی؟ در محبس. برآمدی؟ بله پدر. پسرم پدر جون شرم کاش که پدری من هم زنده می بود. خزینه رو من میوبم ثروتمند میشوم. بانو رو از دستی کنان میگیرم. نقشه همین. از راسته سلاح رو باز پس دادند. آنها چی میخواسته باشن؟ به من چی اونال؟ خدا یا پروا ندارم. از این کار دلگیر شدیم. خدا را شکر. اوف شاید برای نقشش آدمی دیگری افته است. من چی میدانم؟ باید در حال از این سلاح جانم را خلاص کنم.
اقلون من چیکار میکنم؟ ای جوره من مثل خدا در بین موندم. باید به من شناسنامه میدادن. من باشم به خارجه میرفتم. تو رو هم باید میکشتم. با من چی اونال؟ اینش را من فکر کنم. خودت چارش را یا تو یک مدت اینجا میمونه. نه جوره ما 2 نفر اینجا به زور میگونجیم برادر. اتداف شو. مایل حجت خونه خالی میتونه رو بخور رو. بخیر. پدر این چی اول است؟ چرا چون این پوشیده ای؟ من بروسلیم. بروسلی حقیقی از راستیفم. پدر؟ من استاد حقیقی ورزش رینز هستم. با پدرم چی شد ها؟ پیش از با محبس رفتنم او دامولای مسجد بود کو. اکا تصدیق غلط نکو مرحمت اکا با خدای کاریمون نیست یگون کروش نکردیم مویم. غیر از این ما او رو بسیار حرمت میکنیم. حتی بعضا اومده مرالت و کوب میکنن. تو به این درجه یعنی سفسطه رو بس کنید. از شما آخران بار میپرسم پدرم رو به این حال کی رساند؟ دامولوزیا کیست؟ مردکا خبرش در کجاست؟ شرف از آوازی بلند الرژی دارد بهوش میشود. چه خیلی مشکلم را خودم حل میکردم. از پشت تو شده همسرم را از دست دادم. کارم را نیز از دست دادم. جنایتکار شدم. لعنتی همه چیزی که از حیاتم دزدیدی باز پس میدی. چی رو باز پس میدی اما؟ تشکیلات خیریه؟ یا خدایا رفته چی کاری میخوایی بکن؟ کی تو را گفت که از پسی من بیایی نمی آمدی برادر؟ میروی ابله همش رو اعتراف میکنی. تسلیم میشوی. کلت کلاس بودن رو اعتراف میکنی. همه جنایتایی که بردوش من است از سرم تاکید میکنی. من به سری کارم برمیگردم. نشود. باز یگان خواهش دیگر داری ها؟ تسلیم میشوی ابله تسلیم میشوی. تمام بس تمام خاموش باش. به وظیفت برمیگردی یا خدایا. شوکت رفته یگان دستگاهی نوارگیری یافته بیار. کامیرا اوخیا؟ بله نوار میگیریم. دوربین یا همون کامیرایی که توی سیوم که میکنه؟ میشود. زود خست. تو چی کار کردن میخوایی؟ تو خاموش باش. جونی من تو چقدر بی‌طالع بوده. در طفلیت مادرت رو از دست داده. سالاست که پدرت رو یک بار هم ندیده. اینها نمیرسید که باز بابای سقراط برآمد. خدایا التماس یاری هم دقیقاً پدرش رو ببین. کجا شد این بهار گفتنی زن؟ کجا شد؟ سمان از این همدی هم انا ببین در ترکیب شکلت داره. کنی بگید کنی کشو آفرین. بیا جناب دختر کلتکلس را یافتیم. یافتید؟ در حال نزدی من آورید. حاضر می آورید. انا این خیلی فرو بر. بسیار خوب آفرین. ایزو نکش تارتی منو بگی بخیر. دهونه کشو کشو کنی بگه از دخترم. آفرین و تو بومزه است. لبوت توزه کنم. بیا دختره که توزه کی من نه کنی بینیم باز تستر دق 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 چخل اسبی زیبا ها سمان چو کنی اسپک تستر روید سمان رو ببارد کنی بینیم. با دقت باشید در نزدش یک آدم هست. اگر یگون مشکلی شود وای آدمی مهمی نیست. مهمش به دختر ضرر نرسد. فهمیدید؟ 3 2 1 خیلی مخوله چه دخترم کنی بینم آفرین با تو.
برادر از ما چند سوم شد؟ 570. خدا بگیرد به این لیپوپود برادر کپم سوزوندی. رفتی سومن؟ سومن؟ خوش ماند. سومن دختر جان تو دیگر از نزدیک امکی پلیس دور نشو مایل است آخر گم میشوی دخترم. معلش امکی پلیس اینجا بیا. آفرین. لبای الو جانو این اون دختر نبوده است؟ چه خیر اون نیست. بسیار مانند است ولی اون نیست. باری دیگر خطا کنی تو را میکشم کودک. تمام برادر شد همش را به نوار گرفتید؟ 100%. تمام جناب اونال. بیگناه بودن شما را و همه گناهی بر دوش من بوده در این ویدیو هست گرفته برید به کجایی که خواهید تسلیم کنید به سری وظیفتان برگردید. از پشت من دیگر نآیید. از برای خدا مرا رها کنید. بگیر شبکت. تشکر زیاد. دیگر از پیشم نبرا. این آخرین دیدار ما است. انشاءالله. ای بی عقل تو چیکار کردی همه گپ رو گفتی؟ شبکت آرام باش. از نوار هیچ چیز نمیبراید. خیلی چیز نمیبراید. همش رو اعتراف کردی کوخیر. آشنا من احمد شمشیکم. در نوار باشد کلتکل است. نوار فایده ای نمی کند. باور کن نفهمیدم که اینقدر بی عقل بودم. باید در سوی خیمیا نمیگریختم. به خدا حلالت بود. آهسته آرام باش. موی تنم خیز کل از در گپ ها. من چرا باز با اینجا اومدم؟ من با این آدم بسیار سر و کار گرفتم. احوالم بد شد. نه جانم همینش نمیرسید. چی علاقه دارد؟ من با اینجا برای شنیدن امر معروف اومدم. البته جانم تنها برای امر معروف. به نام خداوند بخشنده و مهربان. برادرانی عزیز، اسلام دین رحمت و مهربانی است. جناب پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام برای عالمیان همچون رحمت فرستاده شد. جناب پیغمبرمان را یکی از حادثه های دردناک حیاتش حادثه طائف بود. پیغمبرمان چقدر صاحب مرحمت بودن را به ما می آموزد. محترم جماعت، حضرت پیغمبر در شرایط بسیار دشوار در همه گوشه های مکه
پیام و کلام خدا را رسانده و انسانها را به دین اسلام راه حق دعوت میکرد. اما اهل مکه ایمان نمی آورد. حضرت پیغمبر به ایمان آوردن یا نآوردن نگاه نکرده امر به دعوت شده بود و پیام خدا را نه تنها به اهل مکه بلکه به تمام اهل عالم رسانیدن وظیفه‌دار بود. جماعت عزیز، جناب پیغمبر برای اجرای این وظیفه به شهری که در نزدیکی مکه بود برای دعوت سفر کرد. جناب پیغمبر با خود پسرخواندش حضرت زید را گرفته با هم به راه برآمدند. بعد از راهی بسیار دراز و خسته کننده به شهر طائف رسیدند. حضرت پیغمبر در شهر طائف خانه به خانه گشته یک به یک پیام خدا را به آنها رسانید. آنها نیز مثل مشرک‌های مکه به جناب پیغمبر باور نکردند. جناب پیغمبر را تحقیر کرده گفتند که خداوند برای پیامش را رساندن هیچ کسی دیگر را نیافت که تو را فرستانده. پیغمبر را دشنام کردند. لعنتی‌ها. جناب پیغمبر و حضرت زید برای شهر را ترک کردن به راه برآمدند. اما منافقان دلسیاه و جاهلان و ظالمان جناب پیغمبر را در برآمدگاه شهر با سنگ‌ها منتظر بودند. جناب پیغمبر و حضرت زید چون از شهر می برآمدند، آن آدم‌های دلسیاه با دستان پر از سنگ اطراف جناب پیغمبر جمع شده با او دشنام و حقارت و سخن‌های قبیح گفتن را سر کردند. حضرت پیغمبر با آن انسان‌های جاهل نظری پراندوهی انداخت. در چهره همشان نفرت، در دهانشان سخن‌های قبیح بود. برای همین حادثه دردناک به وقوع آمد. پیغمبری که برای عالمیان همچو رحمت فرستاده شده است، برای دین خدا را با بندگانش رسانیدند، از طرف آن بنده ها سنگسار کرده شد. سنگ ها را به طرف پیغمبر و حضرت زید آنها می پرتافتند. حضرت زید در این حالت ناچار به داد و فغان آمد. چیزی که می خواست پیغمبر را محافظت کردن بود. آنها را التجا می کرد. التماس پیغمبر را نزنید، مرا زنید گفته برای حضرت پیغمبر سپر شد. اما سنگ ها مثل باران بالای سرشان می بارید. با تمام وجود جناب پیغمبر و حضرت زید از هر طرفشان به آنها می رسیدند. ولی حضرت زید خواطر از آن نبود که سنگ ها بر بدن خودی او می رسند، بلکه از پیغمبر خواطر بود. چون هر سنگی که به خود زید نمی رسید به بدن حضرت پیغمبر بر بدن مبارکش می رسید. حضرت پیغمبر و حضرت زید خونشار شده. جناب پیغمبر از طرف آن نفرانی که به آنها نیکی کردن می خواست سنگ باران کرده شد. جناب پیغمبر به زمین افتیده در جای بودهش بالای بازوهایش نشسته و دستهایش را بالای سرش گذاشت. آن ظالم های بیرحم پیغمبرمان را مسخره کرده، از دستش آن برداشته او را تمسخر کرده و باز دوباره سنگ باران کردند. لعنتی‌ها. کاش من آنجا می بودم که دست و پای آنها رو شکسته پاره می کردم. پیغمبر آخر زمان، پیغمبر رحمت با شرافت ترین روی زمین تا آخری راه سنگ باران کرده شد. حضرت زید فکر کرد که پیغمبر اهل این شهر را نفرین و دعای بد کرده هلاک می سازد. اما جناب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام پیغمبر رحمت است. اهل طائف که او را سنگسار میکردند او آنها را فکر کرده اندوهگین میشد. از دهان مبارکشان حتی یک سخن بد نسبت آنها نبرآمد. برعکس میترسید که خداوند مردم طائف را هلاک میسازد. جناب پیغمبر و حضرت زید از شهر کمی دورتر شدند. در یک کنار نشستند. همه جایشان خونالود و زخم شده بود. در آنجا کمی نشسته زخم ها و خونهایشان را با آب تمیز کردند و جناب پیغمبر
хеста дар он ҷо ба намоз меистад ва 2 ракат намоз мехонад. дар ҳамин ҳолат бо ҳама ҳашаматаш ҳазрати ҷабраил алайҳиссалом меояд. ҷабраил бо як дуои баъди ҳазрати пайғамбар кӯҳҳои баланди тоифро чаппа мекард. бо иҷозати худо онҳоро ҳалок месохт. اوه خوب شدم حقشان بود بین پیغمبر رو مگر زنگباران میکنن به ایمان ها رو ببینا. вале пайғамбари раҳмат ба ҷои дуои бад дуои некро интихоб кард. ана ин аст меҳрубонӣ бародарон. мардуме ки як инсони муборакро ин қадар дашному ҳақорат сангсор карданд, дилаш ба онҳо сӯхт. не гуфт, не ман намехоҳам ки онҳо ҳалок шаванд, балки аз насли онҳо фарзандҳои боимон яктопараст худои ягонаро ситоишкунанда мехоҳам дуо кард. ана меҳрубонӣ ин аст бародарон. ислом дини марҳамат аст. ҷаноби пайғамбар маҷбур нашуда бо касе намеҷангид. ҳатто нисбати душманҳояш меҳрубон буд ва ҳамеша хубиву зебоӣ, дурустӣ ва некиро меҷуст. муҳтарам ҷамоат, вазифаи мо бошад мардумро барои ҳақ бо ҳикмат бо сухани хуб даъват карда ва касе ки имон наовард муносибати хуб доштан бо ӯ аст. худованди таоло моро низ мисли пайғамбар меҳрубон шуданро насиб гардонад иншоаллоҳ. омин. آمین آمین. خدا از شما راضی باشد. برادر خزینه رو چیکار میکنیم؟ کدام خزینه رو؟ اونال گفته بود که میگویم او رفته است هر دویمون تنها موندیم. ها چی میگویی؟ شوکت تو بس کن خزینه گوییت رو. من بعد از آنی که زهرا رو از دست دهم دیگر کلانترین خزینه دنیا رو یابم چی میشود؟ تو به عقل یا دیوانه؟ خزینه رو بیایم قلیاردر میشیم حیوان؟ شوکت آخرون بار به تو میگویم فهمیدی؟ خزینه مزینه رو فراموش کن. اگر از پس خزینه رفتی سرت رو در بلا گرفتار کردی به من زنگ نزن. بیلا قسم نمی آیم دانسته باش. یه خدا بزنه تو باری رفیقه. اگر ما همو خزینه رو نیابم تر خدا بزنه کلتکیل است. محتاجی تو نیستم من. حیوان داره در رو میشه پبو. با نیای بگوی شوکت در 2 میلیون قرض بده. салом алейкум дӯстони азиз, агар шумо ва ягон ёру бародари шумо хоҳиши гузаштани границаи қазоқистонро дошта бошад, пас ба ширкати боирноки мо ки солҳои дароз кору фаъолият мекунанд занг занед. ва агар шумо мушкилие бо ҳуҷҷат доред, онҳо шуморо аз хонаатон омада мегиранд ва ба хости аллоҳ дар роҳ ягон мушкилие ба шумо дучор намешаванд. мошинҳои замонавӣ дорои вайфаи бепул ва агар шумо аз номи канали Tajix Production занг занед, боз ба шумо скидкаи калон мекунанд. рақамҳо дар рӯи экранатон ва дар таги видео. аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо сафари бехатарро хоҳонам. امری معروفی خوب کرد خیر نه؟ امری معروفی زیبا کردی. چشمن نرسد ماشاءالله دلی بختت کشاده شد. دهان درد رو نبینه دیگری. خدا از شما راضی باشد رحمت. از تو هم. مرا گوش کن. لبیک. کنسرت رو تشکیل کردید پسرم؟ دایرکتور مکتب همراه شد بودیم در روزی گپ زده حتما میآید. باور کن مرا. اوه اکنون بانو را برای از خود کنی کم مانده. انشالله. خانه دار میشه به جناب کنو؟ بله. شوا. سلامت باشید. بچه ها دیدم میسوزن با اون دختره که با کنانی دیوانه خانه دار میشود. دختر این را درست قطع میکنه در حال جدا میشود. پس در گپ زنکه جوهر دیوانه است. چپ و راستش را نگاه نمیکنه. باز به سرمون یگان بلا رو نهادیم آخر. دیوانه حقیقی این محله آمد. دیوانه این محله دامولای عزیز. او رو بینید؟ بچه ها حاضر میبینید که چی هم میشود. این دیوانه در اینجا چی کار میکند؟ چیزی رو اعلان کردنی است. چی رو اعلان میکند؟ اکا این چی رو اعلان میکند؟
اعلان کند حقوقهای دیوانه ها را اعلان میکند. همینش برای ما نمیرسید. اگر این را هم کند دیوانه تپه تیار می شود. رومی های عزیزی من گوش کنید. پیشت را نگاه کن. زود باش. من روشنی حقیقیم. همه شما را روشن میکنم. پدر چیکار کرده ایستاده ای؟ خلقم را مراجعه دارم. گوش کنید. بیا پدر قربانت شوم. بیا در خونه روشنی میاندازی. میگذار به مردم روشنی اندازم. التماس بیا رفتیم. رهایم کن بگویم. پدر رومی های عزیز. بیا شد رفتیم. رومی هایم. خونه میرویم. رفتیم. آخ خدایا. خدا شفات ید. کمالی سیاه. رحمت کنعانی دیوانه. بیا یک پیاله چای نوش. بیا پدر یک چای نوشی. بعدم به خونه میرویم. بیا. ای خلقی عزیزم. معمولا دیوانش نزهش شد. سلام علیکم جنابان. علیکم سلام. پدرم را به این حال گرفتار کردگی داملوزیو بوده است. او را میشناسید؟ بله. که؟ میشناسیم. چی شد است؟ او رحمتی شد پسرم. نام من کمال سیاه است. آدمی هستم که مرده را هم جزا میدهم. تو چی ها میگویی؟ دیوانه هستی پسرم؟ مرده را تنها خدا جزا میدهد. درست. این خیل باشد برادرش را جزا میدهم. برادری دوگانیکش را؟ بله، یک برادری دوگانیک داشته است. فهمیدم. اسکندری حقیقی منم. مرا خوب گوش کنید رومی های عزیز. بیا پدر جون. این اعلام آخر باید به اینها فهمانم را بیاندازم. به خونه میرم. بچم. لبای چیکار کرده ایستاده زیاد؟ چیکار کنم؟ در حمامم نگذاشته که دست رویم را شویم. زود رسم روان کن. زود باش. توبه استغفرالله. بگیر. آها چقدر آدم بسیار بوده است. باید برای پگان نقشه خوب کشم. میتوانم، البته میتوانم. از کلتکیرت چی کمی دارم؟ او تواند من نه. پگان میبینیم جنابان. Papi chulo, papi chulo, papi chulo. تو در اتاق من چیکار میکنی؟ اون الان اینجاست. اون الان میخپد. اون الان اینجاست. بدبخت خوش برو تابو برن اینجا. چی داد میزنی؟ کودک میترسه. سوما جان از نزد این آدمی بدبخت دور باش. سوما بیا دخترم اینجا بیا. سوما جانم به من نمیدهی؟ بگیره دبک جان. تشکر میکنم سوما جانم. سوما جان آستا قفا بیا که این آدم بسیار آدمی خطرناک است. بیا دخترم. حالا هم جواب ندادی؟ تو در اتاق من چی کار میکنی؟ شادی چپ بیا اونالی بدبخت در اینجاست. دستگیرش کنید. او را دستگیر کنید. بگیرد بره. کمیسر لوین جنایت هایی که بر دوش کمیسر اونال بود عفو شدند و به وظیفش برگشته است. شما خبر ندارید؟ نه سردارم رفته چای بیا. گب نیست سردارم. چای کبود؟ بله چای کبود. بله سمن جان دخترم
بیا با تو در کرسی میشینه. کنی گذر. بسیار خوب. شوکت که به جستن خزینه کمر بست، بانو از او شد و دست و پای کنعان بشکست. زور گفتم ها. بچه ها تنجیه؟ این که اسرس شده اجازه ده؟ این شادمان دروازه خبر نداری؟ اینه و اینجا؟ بله. خورسندی میکنیم ها؟ در این کنسرت اکای کنعان با معلمه بانو تکلیف خانه‌دارشوی میکنه. بعد کنسرت توی میخوریم. توی رفتیم. پدر سومان رو یافتید؟ با دقت گوش کن سردارم. پدر سومان رو تنها یک نفر میشناسد سردارم. نامش رو هم نمیدوند. او رو بیند میشناسد. پدر این کودک رو یافتن لازم حتما. خیلی لوینت کنی نقل کن چی گپ خوش شد؟ هیچی نه سردارم. همی بودنش ما خوبه اینه که با نبودن با خوبتره. به خاطری که ما اشتانه ما میگرفتیم. خیلی چیکار کنیم؟ ها میدونی وای سخرات بدبخت بود که با ما خبر اومد که وای نمرده است. چیه؟ پیچینی. بخیر. کلتکیلاس این بار جانت را نه بلکه از جانت هم قیمتتر را از تو میگیرم. لبی در کجا هستی زیو؟ در کجا باشم؟ در مکتبم. خوب در مکتب شما کنسرت شادمانی دروازی بوده است. من هم میآیم. یا خدای خوب. تمام بیا خورسندی میکنیم. همین خیلی در حال نچسب زیو. آنجا منتظر من باش. خوب تمام انتظار. بیا. جناب خانم چی شد؟ یک خبری ناخوش دارم جناب خانم. متاسفانه شادمانی دروازی به کنسرت آمدن نمیتواند. چی؟ با کنسرت آمدن نمیتواند؟ ای وای من چی کار میکنم؟ نمیدونم جناب کنان. در یک چهاربینی دولتی بند بود، اما گفت که با اکای کنان بگوید که در تویش آمده خدمت میکنه. چه خیل توی ها؟ چه خیل توی؟ من حالا با خانم بانو تکلیف خانه‌داری کردن نمیتوانم. چی کار بکنم ها؟ خانم بانو رو چه خیل تکلیف بکنم ها؟ اکای کنان در اصل من یک فکر عجایب دارم. دوبلیکت شادمانی دروازی را میابیم، به صحنه میبرانیم، از پس فنگرام رو میگذاریم، رفتن میگیرد، هیچ کس نمیفهمد. ای خرید عقل، ما اینجا کی نبودوار میگیریم که دوبلیار میآورده؟ ها؟ ده عقل. با کنسرت وقتی کم مونده چی کار میکنم من؟ بانو رو چی خیل تکلیف خانه داری میکنم؟ جناب کنان در اصل یک راهش هست. کپش دود کدگه. بزرگان گفتن که با پول بسیاری کارها را حل کردن می شود. شادمانشاه دروازی گفت که اکای کنان 10,000 سومانی بته یک هفته دراز دادی و علیشی را میگیره میام، هم کنسرت میگذارونیم، هم تویش هم آشی نهار شه. همین شاگرد گفته بود. دیدی نهایت یک نفری پیدا شد که قدر من رو دانست. تو چی قدر داشتی؟ بخشش راست میگویدین؟ من باور کنید جناب کنان، بیهوده نگفتن که پول باشد جنگل با شوربا. من باوری کامل دارم که او میآید. شما به من فقط 10,000 سومانی دید، من رو با تمام گروه اندلبی درواز گرفته میبیارم. چی گفتی؟ بسیار خوب مدیر گوش کن، اگر این کار درست شود چیزی که از من خواهی میدهم. ما از شما مینت داریم. بسیار خوب. استاد شادمان بود 1200 سوم میام، 8,800 سوم کار کردم شما. والله مرد هستی مدیر. تشکر زیاد جناب. بسیار خوبه. یک خانمان و جنابان، شما را با کنسرت ککای کنان تشکیل کرده از خیر و مقدم میگوییم. تماشاگران محترم، کنسرت امروز را حافظ خوشاواز، شادمانی دروازی و طلبه همین مکتب خانم سنم با سرودهای جذاب خود آغاز کرده آباد میگردانند.
حاضرین گرامی، اگر آماده باشید کنسرت خود را آغاز نمایید. با صحنه خانم سنم دعوت کرده می شود. مرحبا پذیرا خوب که آمدیم. خوشحال شدم. چرا دخترها روی هجری رو گرفتند؟ یا اینکه اکای کنعان باز میخواهد که او رو خانه‌دار کند؟ با من چی؟ بگذار خانه‌دار شود، از او جانم خلاص شود. با من چی؟ در حال باید که از آنها خانه‌دار شود، من هم از او جانم خلاص می شود. چشمانی همش رو میکوبم. به شرما چه خیلی هجری رو گیر کرده صحبت دارم. یا خدایم چی ها گفته ایستادم منه؟ خیر، من با اجازه شما به نزد استادم روم. مرسی با سلام ترکم اینجا بوده است. حالا هم از پشت هجری میدویدم. میدونی جونم هجری رو از این خوشش نآمده. استاد هجری، یک سوال دارم، سرم رو گرم کرد، برای پرسیدن آمدم. سوال؟ چه خیلی سوال هجری؟ استاد وای لبای هجری. وای استاد، پسرم سوال دارم، گفتی چرا خاموشی؟ جایزه است استاد. چی جایزه است پسرم؟ وای استاد، حاضر وای شد. استاد سوال ما فراموش کردم. یا خدایا، این که کارها می شود هجری. بسیار فکرشان نکن، که یکی به یادت آمده میپرسی. بخشش استاد، سوالم سوالی زور بود نیکی. نه مشکلی نیست، این خیلی می شود. توبه استغفرالله، توبه خدایا. سوال رو چه فراموش کردم؟ سازی کنیم با خدا هیچ چیز رو نفتم. همش از پس شما شد. بله حاضرین گرامی، اکنون نوبت استاد بزرگ سنت تاجیک بلبله که با آواز خود تمام جهان را به لرز آورده است، شاد کنید دروازه را پذیرا باشد. درونی خانه ماهی یگانه، درونی خانه ماهی یگانه، رویش را دیدم شیرین جان با صد بهانه،
خیلی شد گیریدش رو با رنگ خاکی رنگ کردم زیبا شد ها بسیار زیبا شد این چی هست سمک پلیس؟ چیز کنی بینم؟ ها این وای از دخترم این کلتکلس است کلتکلش چی خیلی راه میگرده دمک پلیس؟ کلتکلس رو چی خیلی راه میروند؟ بسیار دیگرگون راه میگردن کلتکلس رو زمین رو شکیده راه میروند بین مثلا من کلتکلسم این من کلتکلسم میغلم نگاه کن در اینجا پشه بود است و این طرف ها معقول است شد کلتکلس ها بابا این بیچاره سخرات بوده است بابا شدن خوب نیست انشالله پدر شدن خوب میبرد و خوشبخت میشود بیا برادر احمد شمشک رنگ کنیم تمام اون رو چی خیلی رنگ کنیم رنگی سبز آفرین چی شده است خدایا از پشت این آدم شده در نزد همه شرمنده شدم دیوانه میشم اخیره خدایا با من چی شد سوال رو چه فراموش کردم توبه خدایا مرا ببخش سنم تو چی کار میکنی؟ باز از پس هجری دویده ایستاده؟ بهودگویی نکن زهرا چرا از پشتی می دویدم؟ سنم اکلو قبول کن لطفا تو هجری را دوست میداری؟ خیلی یک معزی را من دوست میداشتم بار دیگر چونی گپ ها رو گوی دشنو قبول میکنم زهرا جان آگاه باش چی میشود اگر معزین باشد؟ دوست داشته من هم معلم دین است خیر با یک دیگرتون میزیبید چی گفتن میخواهی؟ یعنی تو با یک معلم دین خاندار شوی مجبور نیستی که مرا نیز با یک معزین لایق بدانی زهرا جان این دختر رو بین مثلی که من از پشت معزین شب روز میدویده باشم چرا میدویدم؟ دروغ است نمیدوی مگر نمیدوم جانم بین هم اگر از پس هجری دوی او گشته به تو نگاه نمیکند نگاه نمیکند؟ چی خیلی نگاه نمیکند؟ همین خیلی نگاه نمیکند شرط میکنیم میکنیم اگر رفت تو به من عاشق شود آن زمان تو چی کار میکنی؟ هجری به تو عاشق میشده است آهای سرم مرا نخنده چی شد؟ از شر دست کشیدی چی؟ چرا دست میکشیدم به این همان گفته بودم احتمالا مغلوب میشوی همین خیلی جونم تمام تو اگر هجری را عاشق خود کنی من در کوچه برآمدن مثل خر هنگ میزنم میلش تمام اگر هجری را عاشق خود کردن نتوانی در آن وقت تو مثل خرهنگ خواهی زد میشود تمام روزیم در یک هفته هجری را عاشق میکنم تو را به کوچه برای هنگ زدن روان میکنم زهرا جان من به تو 2 هفته نه 3 هفته یک ماه وقت میدهم سنم جان اما نمیتوانی به هنگ زدن آماده شو تمام من روزی آنقدر هنگ خواهی زد که خواهم دید که کی هنگ میزند مالش میبینیم خواهم دید حاضر این شرط رو ثبت میکنیم فهمون؟ فهمون تشکر زیاد دوستان عزیز و مهمانان عالی قدر اینجا در حضور شما از همه آدمی پرارزش کسی که روح و قلبم را روشنی انداخت برای او بسیار یک تکلیف مهمی کردن میخواهم بانو خانوم بمبا دای سونکه بمبا بگیرزگی میکپا بچه ها زودتر برای
خانم بانو خانم. خدایا این خودش چی گپ است؟ من به بانو نمیرسم مگر؟ نمیرسم مگر؟ قورباغه کلان شود در بطلاق حیوان شود. اوف من زیق شدم ماما که پلیس بیا با باغچه رویم. اما سومان جان شیرینک شب شد همه با خانه چون رفت همین نه غیر از این تو در اونجا خونوگ میخوری؟ خونوگ نمیخورم لباس گرم میپوشم. این خیل باشد با باغچه میرویم. کنی بیا با باغچه میرویم. سومان با باغچه رفتن میخواد. بردارم بولو بردارم ها خستیم. بیا جناب یکی از آدمهایمان دختری کلتکلس را یافته است. در یک باغچه کودکانه بوده است. در حال میرویم جناب. با این بمب کانون را جدا کرده نمیتوانم. برای آنکه بانو را از دست او گیرم باید ثروتمند باشم. خیر برای ثروتمند شدن یگانه راه خرید است. به این هم نقشه خوب کشیدم. این خیر باشد. یا الله اگر پیش پایم رو ببینم خوبتر میشم. این چه حال است برادر؟ میدونستم که همه خیل میشم. تسلیم شو. بشه سوزی انا ها زور کو ایشم سری فرزن رفت. این خر خوردگی خمازمون بخشش زیاد برادران. قلیار دا بیاوم یکون چی میتونم
ای بچه ای سیفا رو محکم کرده گیان کو؟ شما محکم کرده باشن؟ ای بچه اولی به من دایگم ای پدرها داره محکم کرده لبه چی؟ در خزینه آدمان دیگر سیارن؟ دیوانند اینها یا خدایا نه با دام افتادیم کو در قفس محکم شدم چیکار کنم کنی با کلیس یک زنگ زنم مجبورم شوکت بوده است. لبای برادر یک چیز میگویم التماس جنگ نکن میلش من در یک جا محکم شدم بیا التماس مرا خلاص کن چی ها میگویی؟ چی خیل خلاص کنم؟ برادر گپ رو دراز نکن نمیفهمی بیا مرا خلاص کن آخی لعنتی از پسی همون خزینه رفته به سرت بلا آوردی ها؟ تو رو با این کاری کرده مرا ببخش شوکت از زهرا جدا شدن نمیخواهم و هیچ کجا نمیآیم خودت چاره خودت رو یاب ای تو چی خیل برادری با پلیس زنگ زدن مرا محکم میکنن اوف خری شوکت من تو رو در کجایی زود گپ زن سراغا رو میفرستم از این سراغا مرا میابی در آشانه پایان میپرسی اتاق سیفا رو به تو نشان میدهند تمام محافظ رو پرس او تو رو میارد لعنتی خدا تو را لعنت کند انا شیرینک انا جانکی من دستر آمد که پلیس دستر انا مرمالاتی من چقدر راه ماند؟ کم ماند جناب کم ماند خدا این کار را ببین زلفتا پرپر کردی او برادر بیا چه خود کنم ایستا خدا تو را جزا ندهد این چه احوال است برادر با خدا با دست خودم دوختم یک تای دیگه برای تو را بدوزم شو بیشتر دوزنده با کجا میروی این خیلی نمیشود اول این سیف رو میکشویی خریطه رو میگیریم بعدا میرویم بس کن این گپ ها را خریطه را شکار میکنی زود باش پیش درا برادر ما رو نفهمیدی ها بانو رو از دست کنعان دیوانه خلاص کردن لازم اون خریطه رو از اینجا میگیریم شوکت با خدا خریطه رو نگیریم ما اینجا یگون جا نمیرم لعنتی یا خدایا حاضر تو را با این خریطه کنعانی دیوانت بانویت به یک جا میفرستم اوف شوکت من به تو دیگر چی گویم همه گپ را گفتم دیگر هیچ گپ هم نماند نگفته باز کی باشد نه بگیر تو نمیرسیدی کیه ینگه لبای در کجا استودیو؟ من در کجایم با موزه این پلانیتیان ها آمدم خوب رسمش رو روان کن تمام حاضر در موزه چی کار میکنن؟ خدا آدم ایزن کلانی نگه داره بیا نقابت را ساز پوش رسم میگیریم چه رسم؟ نقابت را پایان کن رسم میگیریم پوش نقابت را تا سیفه نکشه به خدا یکان رسم پس نیسته برای تو شوکت لعنتی میکشویی؟ میکشویم بچه تیزش که؟ تمام شی؟ تمام بیا از من خدمت خوشه کن بس همه گوی
تمام شبی خوش. لطفاً گذارید شما را به نزد سیف دعوت میکنم جناب کالتاکلس. از 3 میلیون شمیتون تکلس. خاموش. اکویا طرفیست. زود باش میرویم. خدا گیرد تو بر این عاشق را. میره یا برم؟ بلازانه رفته ابرا کرد. آخری چی تو میزنی؟ به این طرف. این طرف بیا. خودم دیدستم کور نیستم. از تیریزم میبرایی. فرق نداره. دوتر خودت را پرتم. ای خودت را پرتم. شبیه و خیور. بچه ها همتون درون رو نظارت کنید. من اطراف رو میبینم. برادر تو راه را نشان ده. زود باشد زود باشد. کلاس تیز کرد. ایستد ایستد گفتم. دستا بالا. اینجا بیا. بیا اینجا بیا. مرا نگاه کنید. شما کی هستید؟ شکر خدا که اونال رو در آدم خدمای بیگانه نیست. ای بس خیر. تو مرا نشناختید؟ همکاری؟ همکار؟ کالتاکلسی؟ خدا را شکر. گفتی که دیگر از پست نمیدوام کو؟ آخر تو کالتاکلس باشی این کی است؟ آبا چما هم بیگانه نیستیم شناسیم. شناس؟ با فکر تو کیست؟ خودی است. دقیقه کمیسر سازی لغزی تنجی. دوستم تو چی خیل هستی؟ شکل خدا تنجی مردم قطعی مردکا گشتیسیم. از راستی مرد شده. دوستم در روز اولی کاریم مجبور هستی که روبرویم برایی؟ چی کار کنم اونال؟ مهرت میکشد مرا. این دیوانه چرا این خیل پوشیده است؟ در سر این خربچه تربوز را جای کردی. در خانه گفتی خزینه است. انا بین بچه حال گرفتار شد. سری مرا نیز در بلا میگذارد. دیگر هیچ. شد تمام روید گریزه. من شما را ندیدم. دویم بار بینم دستگیر میکنم. تمام خیلی تو باز دید. پیش دارم میره. ای کالتاکلس اینجا بیا. گپ است. باز چی میگویی؟ گپ است میگویم. باران مرده است. مرده؟ چی شد؟ بسیار زیغ شدی. خیشت بود. اگر ما میمردیم اینقدر زیغ نمیشد. ای توبه استغفرالله. خیر. سقراط رو کشته است. سقراط گفتی؟ اوها. سقراط چی خیل میکشته است؟ من اون بیشرف رو کفانیدم که ایها باز مرده است. نمرده بود است بیشرف. توی مرا نیز همون بیشرف ویران کردن؟ تو بازدی تومن انا اولونچه کمک پلیس. با اولونچه شیشتن میکنی. رو دخترم رو ایست دخترم. بیا شیرینم. پوفک خریده مک پلیس. تو پوفک میخوایی؟ شد دخترم من حوزی رفته برای تو پوفک میگیرم. پوفک فروش. دختران اونجاست جناب. در آلمانچک بازی دارد. اسمنه
رفته دخترچه رو بیارید.